لتفتحن القسطنطينية. کنستانتینوپل حتما فتح خواهد شد. امیر آن چه بسا امیر خوب و لشکر آن چه بسا لشکر خوب است. این مژده نبوی بود که صحابگان و تابعین زیاد تلاش نمودند تا آن را جامعه عمل پوشانند و یا سعی نمودند آن امیر باشد. فتح استانبول، جنگی که 1000 سال ادامه یافت. این جنگ درازترین جنگ در تاریخ بشری است که به جنگ مؤتة آغاز یافته و حالا خواهیم دانست که چگونه به پایان رسیده است. کنستانتینوپل، استانبول امروزه است، قدیمترین و مستحکمترین شهر بود. از بس که قلعه‌های استوار و دیوارهای بلند دستنورس داشت، فتح آن برای مسلمان‌ها دشوار بود. آرزوی فتح این شهر در قلب مسلمانان 8.5 عصر ادامه یافت. اولین محاصره این شهر در زمان خلیفه معاویه صورت گرفت. ایشان لشکری بزرگی که تعداد جنگیانش 120,000 نفر بود با سرلشکری پسرش یزید برای فتح این شهر فرستاد. در این لشکر صحابگان زیاد شرکت داشتند که از جمله آنان ابو ایوب انصاری بود که پیامبر علیه السلام وقت هجرت بر مدینه نخست در خانه او مهمان شدند. به این لشکر و سپاه بزرگ هم استانبول فتح نشد و ابو ایوب انصاری طبق وصیت خود نزد دیوار این شهر دفن گردید. سپس کوشش فتح در زمان سلیمان ابن عبدالملک خلیفه اموی صورت گرفت که قریب بود شهر سقوط کند، ولی از بس که زمستان خنک بود و دیوار شهر مستحکم، این مراتب نیز شهر را فتح کرده نتوانست. خلیفه عادل اموی عمر بن عبدالعزیز که تازه به تخت رهبری مسلمانان نشست، به خاطر حفظ جان مسلمانان دستور داد تا لشکر برگردد. از مهمترین عامل‌های ناکام شدن امویان در فتح این شهر این سلاح نوین و قوی داشتنی ویزانتیا بود که آن سلاح را آتش یونانی می‌نامیدند. عبارت از آمیخته نفت و روغن و مواد کیمیایی بود که با سرعت تیز انسان و کشتی‌ها را می‌سوزانید. بنابراین هر بار مسلمان‌ها کوشش فتح شهر را می‌کردند به ناکامی روبرو می‌شدند. گرچه به تکرار ناکام می‌شدند ولی ناامید و راه افتاده نمی‌شدند. زیرا رسانیدن صدای کلمه شهادت به همه کشورهای عالم وظیفه بود که خداوند بر دوش آنان گذاشته بود. بار سوم باشد عباسی‌ها در دوران هارون الرشید تلاش فتح کردند و تا منطقه اسکودر آمده رسیدند که آن در قسم آسیایی شهر استانبول قرار دارد. بار چهارم باشد خلیفه معتصم کوشش فتح کرد ولی باز موفق نشد. قسطنطینیه نیم جزیره است که آن را از 3 طرف آب احاطه میکند: بحر مرمره، گلوگوی بوسفور و خلیج طلایی. همچنین شهر و دیوار از همه طرفش احاطه میکرد، حتی سمت آبی آن را. طرف غربی شهر را که یگانه جانب خشکی شهر بود، دیواری 7.5 کیلومتر احاطه کرده است. این فقط دیوار بزرگی بود. نه فقط دیوار بزرگ بود بلکه عبارت از 3 دیوار بلند بود که بین هر دیوار مسافه 10 متر فاصله بود. نزد آن دیوار خندق به عمق 10 متر و پهنایی 20 متر وجود داشت. هر دروازه دارای پل بود که به وسیله آن وارد شهر میشدند. هنگام احساس خطر اهالی پلها را از بین برده نابود میکردند. از طرف بحر باشد، جنوب و شرق آن را بحر مرمره و گلوگوی بوسفور تشکیل میدهد که درازه آن دیوار 8.5 کیلومتر است. شمال شهر را نیز دیوار احاطه میکرد که درآمد آن به زنجیرهای بزرگ پوشانده داشته بود که کشتی‌های بیگانه را از ورود به خلیج منع میکرد. کشتی‌های بیزنطی آزادانه وارد میگشت و زنجیرها برداشته میشدند. بنابراین محاصره شهر از این طرف کاری ناممکن و محال بود. برگردیم به داستانمان. بعد از آنکه عثمان پسر ارطغرل پرچم جهاد را بالا کرد، الله تعالی فتح‌های زیاد در اناطولیه نصیبش کرد و نیروهای بیزنطی را از آنجا راند. عثمان پسرش اورخان را وصیت کرد که تا زنده از جنگ با بیزنطه هیچگاه دست نبردارد. حتی به پسرش این جمله ماندگار را گفته بود: از آنها شمشیرت را مبردار حتی اگر یک قلعه هم از آنها باقی مانده باشد. یعنی نبرد با آنها را قطع مکن گرچه یک شهر هم در دستشان ماند. در واقع همچنین شد. عثمانی ها بیزنطی ها را در نقطه کوچکی محاصره کردند و برای آنها
جز شهر کنستانتینوپل دیگر شهر باقی نمونده بود. سپس بایزید برق آمد یا تلفظ ترکیان بایزید یلدریم است و کنستانتینوپل را دور و دراز محاصره کرد. لیکن تیمورلنگ از طرف شرق مسلمانان را هجوم کرد. برای برطرف نمودن خطر این تیموری لنگ بایزید محاصره را خاتمه داده به سوی شرق حرکت کرد تا اینکه تیمورلنگ را نابود کند. بعد او سلطان مراد دو آمد و کنستانتینوپل را محاصره کرد، لکن به سبب هجوم اروپا از غرب مجبور شد محاصره را ترک کند. حالا باشد به قهرمان داستانمون رسیدیم که او مژده پیامبر صلی الله علیه و سلم است. فاتح نامبری که ریشه کفر فساد را برکند و به این شهر دست نارسی به دیوارهای بلند و مستحکم نور ایمان را وارد ساخت. او یکی از بهترین سلطان‌های روی زمین است. پادشاه مجاهد، صاحب مژده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، ابوالفتح و المعالی محمد خان دو، پسر مراد دو، مشهور با محمد فاتح است. بعد فتح کنستانتینوپل به او لقب فاتح داده شد. اولین کسی که از حکام مسلمین لقب قیصر روم را گرفته بود او بود. حکومت خود را با وسیله صلح و عهدنامه‌ها با دیگر دشمنانش آغاز کرد تا برای یک دشمن یعنی کنستانتین 11 فارغ شود و شهر او را فتح کند. محمد فاتح توانست در دوام 2 سال کنستانتینوپل را کاملا محاصره کند و ورود هر گونه یاری خارجی را منع نماید. این هم بعد آنکه یکی از مستحکمترین قلعه ها را ساخت که آن قلعه رومیلی حصار است. طراح هندسی این قلعه خود سلطان بود، یعنی علاوه بر سرلشکری ماهر بودن باز مهندسی کاردانی هم بود. این قلعه را در دوام 3 ماه ساخت که در آن 3000 استا و کارگران به کار مشغول بودند. مورخان آن را معجزه معماری نامیدند. قلعه را در نقطه تنگترین گلوگاه بوسفور در مقابل قلعه انادول حصار که بابایش بایزید ساخته بود ساخت تا تواند راه کمک‌های اروپایی ها را توسط بحر سیاه به بیزانتیه محکم نماید. سلطان لشکر توانای با سلاح‌های پیشرفته آن زمان تشکیل کرد. برای خود سلاح‌های چون تفنگ و توپ ساخت که برای تهیه آن مبلغ‌های انگفته صرف شده است و با همین نیرومندترین توپ دوران را ساخت. مهندس مجری اوربن را فرا خواند و به او دستور داد تا بزرگترین توپ رو که در هیچ کجای عالم کسی آنچنانش را ندیده باشد سازد. بعد تجربه‌ای که همه را حیران کرد، آن توپ آماده شد و بزرگترین توپ آن زمانه حساب میشد. وزنش 1 تن بود. گلوله‌اش 1 تن بود و مسافه پرتاب آن 1 کیلومتر. 100 بردگاه آن را میکشید و 400 نفر به کار آن قائم بودند. به سبب آنکه شهر نیم جزیره را میماند و خیلی قلعه مستحکم داشت، حتما فلات حربی لازم بود تا شهر را از طرف بحر محاصره کند. سلطان فلاتی را از 150 کشتی آماده کرد. گرچه عثمانی‌ها آن زمان در مقایسه با دیگر قواهای بحری عالم فلاتی نیرومند نداشتند. آنها تنها در زمان سلطان سلیمان قانونی با سرداری ادمیرال خیرالدین بربروس دارای نیروی بحری پرزور و عالمی گشتند. قوه بیزانتی‌ها با قوه عثمانی‌ها قابل مقایسه نبود. فقط اینکه آنها قلعه مستحکمه داشتند و فلات کوچکی در خلیج طلایی که عبارت از 26 کشتی بود داشتند. مورخان جملگی میگویند که فتح کنستانتینوپل امر محال بود. دیوار 3 قبته داشت و بلندی دیوار تا 30 متر بود. بین دیوار خندق پر از آب بود. هنگام محاصره پل‌ها یا برداشته میشدند یا نابود کرده میشدند. زیر دیوار را سپر از ریگ تشکیل میداد که وظیفه‌اش به خود کشیدن نیروی گلوله‌ها و انفجارها بود. وقتی خبر رسیدن فاتح به کنستانتین 11 دراگوس رسید، سعی کرد تا مشاوران فاتح را با رشوه به سوی خود مائل سازد تا که آنها به فاتح تأثیر رسانند و او از محاصره شهر دست کشد. فاتح برای محاصره پافشاری کرد. کنستانتین چاره جز آمادگی به جنگ نداشت. درهای قلعه را بست، دستور داد تا مسلمان‌های در شهر بوده را زندانی کنند. با فاتح نامه فرستاد گفت که او تا آخرین قطره خون از شهر خودش دفاع خواهد کرد. شهر را آماده به محاصره کرد، مواد لازم را ذخیره کرد و به صلیبی‌ها نامه نوشته طلب یاری جنگی نمود. صلیبی‌ها نیروی برای دستگیری آنها فرستادند. عدد مدافعان شهر از 10 تا 20 هزار نفر گفته می شود. قسم زیادی آنها کاتولیکا بودند که مردم شهر با آنها نفرت داشتند و از آنها
خوششان نمی آمد به سبب اختلاف مذهبی بین اونها. لکن امپراتور مجبور بود که از آنها کمک خواهد و در مقابل کمک نظامی حکومت پاپ را بالای کلیسای ارتدوکس پذیرفت. یعنی حکومت مذهب کاتولیکی پاپ را بالای مذهب ارتدوکسی یا پروسلاوی کلیسای ویزانتا پذیرفت. مردم شهر کاتولیکا را چشم دیدن نداشتند. حتی رئیس وزرا لوکاس نوترس بعد این تصمیم گفت من عمامه ترکی را بر کلاه کاتولیکا ترجیح میدهم. سلطان محمد دستور داده بود تا راه را از ادیرنه که اون وقت پایتخت دولت عثمانی حساب میشد تا کنستانتینوپل آماده کنند و پس از آن راه به سوی کنستانتینوپل گرفت. عثمانی ها همراه خود سلاح و لوازمات زیادی داشتند، از جمله توپ شاهی که آن را 100 بردگان میکشید و 400 عسکر حمایه میکرد. فاتح ادمیرال فلوت خود را دستور داد تا به سوی کنستانتینوپل حرکت کنند. 5 اپریل سال 1453 روبروی قلعه قرار گرفت. اولین کاری که کرد در مقابل دروازه قدیس رامان 2 رکعت نماز خواند و پس از ادای نماز خطبه آتشین کرد و در آن فضیلت پیکار به شهادت در راه الله تعالی را بر لشکر یادرس کرد و اینچنین مژده پیامبر صلی الله علیه و سلم را به فاتحان این شهر یادرس کرد. پس از آن لشکر را تقسیم کرد و توپها را در مقابل دیوار گذاشت. از 6 اپریل محاصره آغاز شد. اینچنین محاصره آبی نیز آغاز شد. شهر را از 3 طرف آب احاطه میکرد. بحر مرمره، گلوگاه بسفار و خلیج طلایی که در آن زنجیر بزرگ با درازی 750 متر وجود داشت که کشتی‌های بیگانه را به خلیج وارد شدن نمیماند. لکن با توفیق الهی و از همت سلطان و لشکرش چیزی پیش روی آنها را گرفته نمیتوانست. سپس سلطان به کنستانتین نامه فرستاد و به او تسلیم شدن را در مقابل امان به جان و مالش پیشکش کرد. نه تنها بلکه تمام حاشیه و شهروندان او را وعده امان داد. امپراتور رد کرد. سلطان محاصره را اعلان کرد. لشکر را به 3 فرقه تقسیم کرد که از 3 نقطه باید حمله میکردند. یعنی چرها در وسط، یعنی چرها یعنی از همه جنگاوران بی‌باکترین عثمانی ها حساب میشدند. بعد اون اکینجی ها یا پیاده‌گردها از اون طرف یعنی که اسب سوارها. فلوت بحری خلیج طلایی را محاصره کرد. روز دیگر دستور داد تا خندق‌های نزد دیوار پر کرده شوند و توپچه ها را دستور داد تا گلوله باران را آغاز کنند. همه اهل قسطنطنیه از بمباران توپ ها دهشت زده شدند. گلوله باران 1 هفته دوام کرد. به سبب قفسه دیوار توپ ها نتوانستند رخنه جدی به میان آورند. مشکلی دیگر این بود که توپ شاهی در یک روز تنها 7 گلوله پرتاب کرده میتوانست تو خلاص. بین هر گلوله پرتابی آن را بر روغن خنک میکردند تا از شدت حرارت بمباران نترکد. ویزانتی ها باشند این وقت را غنیمت دانسته رخنه های به وجود آمده را بازسازی میکردند. همین طور جنگ 1 چند روز دوام یافت. مسلمان ها بمباران میکردند. لشکر کنستانتین دیوارهای شکسته را بازسازی میکرد. روز 14 اپریل به سبب خللدار شدن تعمیر توپ شاهی ترکید و اوربان وفات کرد. 18 اپریل باشد سلطان قرار کرد تا هجوم عام را آغاز کند و مسلمان ها تکبیر گویان سوی دیوار حرکت کردند. با نیزه و تیر زد و خورد شد و حرکت کردند تا با نردبان ها بالای دیوار بریند. خیلی از کافران نابود شد. نزدیک بود رخنه ایجاد شود، لیکن آتش یونانی و روغن های جوش بالای لشکران مسلمان ریخته میشد. در نتیجه مسلمان ها تقریبا 200 شهید داده عقب نشینی کردند. ویزانتیان نیز صدها کشته دادند و ترس وجودشان را فرا گرفت. امپراتور این را دیده دستور صادر کرد که هر عسکری که کوشش فرار میکند او و عائله‌اش کشته میشود. بعد ناکامی هجوم یکم سلطان نقشه های نو ترتیب داد. برج های چوبین متحرک ساختند که به پوست نم کرده شده پوشانیده شده بود تا روغن های آتشین و آتش یونانی به آن اثر نکند. بلنده برج های سیار مثل بلنده دیوار بود، لیکن چیزی در مقابل آتش یونانی ایستادگی کرده نمیتوانست. برج ها همگی ساختند و افسران زیاد به شهادت رسیدند. عثمانی ها تسلیم نشدند و اسباب جنگی دیگری ساختند که آن را قلعه های متحرک می‌نامیدند. مثل برج های پیشینی بود ولی از آن به مراتب کلانتر. 3 طبقه داشت، لیکن این هم آتش یونانی به کوه خودش فرو برد. با وجود اینقدر ناکامی ها سلطان رو افتاده نمیشد و برای هجوم نو نقشه‌های نو به نو ترتیب میداد. فاتح مهندس بردستی بود. اثناء این حالت توپ‌های میده بردوام شهر را گلوله باران میکرد. همراه با گلوله باران شدن دیوار شهر از طرف توپچه‌ها فلوت حربی
با سرداری بولتا آغلی نیز کار خود را میکرد و هجوم‌ها انجام میداد. به سبب آنکه کشتی مدافعان بزرگتر و قوی‌تر بود، عثمانی‌ها پیشرفتی نظررسی کرده نتوانستند. بالای این همه دشواری باز روز 20 اپریل از طرف رومی‌ها برای امپراتور کنستانتین یاری نظامی رسید. یاری حربی عبارت از 4 کشتی بزرگ و 2000 سرباز بحری و ذخیره و یاری برای اهل شهر بود. فرمانده کشتی‌ها یوحنا جوستینیانی ایتالیایی بود. سلطان بولتاوغلو را دستور داد که آن کشتی‌ها را نگذارد که از زنجیر عبور کنند و آنها را نابود کنند. سلطان به سرفرمانده کشتی‌ها گفت که یا کشتی‌ها را نزدم می‌آوری یا زنده نمی‌مونی. سلطان نبرد کشتی‌ها را از ساحل مرمره تماشا می‌کرد. بولتاوغلو با 150 کشتی برای محاصره کردن 4 کشتی غربی رفت. تدخلات سخت شد، لکن به سبب که حجم کشتی های دشمن بزرگتر بود، حجم توپ های کشتی آنها بزرگتر بود، سربازان ماهری بحری داشتند که فلوت حربی آنها پیش از تشکیل شدن فلوت عثمانی تشکیل شده بود و تجربه باید داشت، توانستند یک چند کشتی مسلمان ها را کنترل محاصره را رخنه کرده و وارد خلیج طلایی شد. کنستانتین این پیروزی بحری را استفاده کرده به فاتح نامه فرستاده پیشنهاد صلح کرد، ولی سلطان محمد فاتح پیشنهاد صلح را نپذیرفت. لشکر راه افتاده شد، زیرا کمک‌هایی که به دست بیزانتی‌ها افتاد مدت محاصره را دراز میکرد و آنها را روحیه میداد، خصوصا آن 2000 جنگاوران ماهر تجربه دار که برای حمایت شهر پیوسته بودند. علاوه بر این مجارستان برای هجوم آماده بود که این خود ذهن مسلمانان را پریشان میکرد. ولی این همه دشواری ها و تشویش و نگرانی ها از هر طرف نمیتوانست روحیه و عزم سلطان و لشکر او را که دارای ایمان عمیق و یقین و همت عالی بودند شکند. خداوند به سلطان اندیشه های حربی معجزه مانند الهام میکرد که مورخان آن را دیوانگی نامیدند، لکن این تاکتیک های جنگی نوآوری در نظام حربی بود که بعداً به نتیجه هایش عالم را در حیرت آورد. وقتی سلطان نتوانست زنجیر را عبور کند و به کشتی ها گذرد، تصمیم گرفت که کشتی ها را توسط خشکی به خلیج رساند. با مشورت اهل فن نقشه را کشید، دستور داد تا درخت ها را بریده مثل راه آهن خوابانند و بالای آن روغن ریزند تا کشتی تواند به آسانی رود و کشتی ها را شبانه از دست قصر دالمبهچه بالای تپه برآورده از کسیمپشه پایان فرستادند که تقریبا 3 تا 4 کیلومتر راه است. وقتی شب فرا رسید، سلطان دستور داد تا توپ‌ها به شدت گلوله پرتابی کنند و دستور داد تا حامیان زنجیر را گلوله باران کنند تا ذهن حمایتگران پریشان گردد. گلخان‌ها افروختند تا دود آن چشم بیزانتی‌ها را خیره کند و برزگاه‌ها کشتی‌ها را می‌کشیدند. همراه به این برای روپوش کردن صدای برزگاه‌ها دستور داد که طبل‌زنی کنند. به سبب چپه گشتن بعضی کشتی‌ها چند کس شهید شد، دست و پای آنها بریده شد. این هجوم مخفیانه شبانه به سریت تام به جا آورده شد. معجزه این سیر کشتی‌ها در روی زمین نبود، بلکه این کار رو تا نماز بامداد به انجام رسیدن مسلمان ها بود. روز 22 اپریل چشم روز نکفیده به خلیج طلایی 70 کشتی عثمانی فرآمد. این تاکتیکی عجیب کمر بیزانتی‌ها را شکست، زیرا دیواری که در سمت خلیج قرار داشت ضعیفترین نقطه آن بود و باور داشتند که با وجود داشتن زنجیر کسی وارد خلیج شده نمیتواند و وارد شدن به خلیج امر محال است. لکن سلطان با ذکاوت و مهارت جنگی خاص خود با سپاهان بحری خود به این نقطه ضعف دشمن رسید. چون سحر شد، بیزانتی‌ها کشتی‌ها را دیده دهشت زده و راه افتاده شدند. برعکس این همت مسلمانان بالا گشت، زیرا الله تعالی فرصت داد تا اثر مغلوبیت جنگ بحری را از خود بشویند و با همین توانستند شهر را از همه طرف محاصره کنند. با همین فاتح توانست فشار را در طرف خشکی سبکتر کند، زیرا بیزانتی‌ها مجبور شدند تا به تقسیم نیرویشان بازنگری کنند. آنهایی که در سمت غربی شهر قرار داشتند، بعضی آنها را به سمت
شمالی به طرف خلیج فرستادند تا اینکه دیوارهای خلیج را آنها حمایت کنند. با وجود این هجوم اساسی از طرف خشکی متوقف نمیشد. مسلمانان تا 6 می بردوام بمباران میکردند. مسلمانان توانستند توپ اوربان را از نو تعمیر کنند. 7 می سلطان امر هجوم دوم را صادر کرد. توپ ها و گلوله پرتاب میکردند. لشکر تکبیرگویان به سوی دیوار پیش میرفت. لکن بیزانتی‌ها آنها را با روغن جوش آتش یونانی و سنگ‌ها زیر هدف خود قرار دادند. افسران زیاد شهید شدند و هجوم بی‌نتیجه ماند. سلطان اعلان نمود تا لشکر استراحت کند. لکن توپ‌ها استراحت نداشتند. محمد فاتح 12 می برای هجوم سوم دستور داد. بیزانتی‌ها باز با آتش و روغن جوش پیشواز گرفتند. ده‌ها تن از افسران مجاهد شهید شده. این هجوم نیز ناکام ماند. بیننده گرامی تصور نما، لشکر اسلام هر باری که به دیوار نزدیک میشد میدانست که روغن جوش یا آتش یا تیر در انتظارش است و احتمال زیادی وفات کردنش یا مجروح شدنش هست. لکن بی‌باکی کم نظیری نشان میداد و به سبب ایمانش به الله تعالی خداوند او را ثابت قدم نمود و قلب استوار بخشید تا اینکه در مقابل دشمن روی کند. بعد یک چند ناکامی سلطان فکر کرد که راه حل ایجاد نماید. از روش نبرد عنعنوی بیرون رفت و نوآوری کرد. تخمینا روزهای 12 تا 13 می از گلته تا دیوار خلیج پول ساخت از بوشگاه تا توپ‌های کلان را اونجا جا کند و به دیوار نزدیک کرد، دیوار را زند تا اینکه رخنه جدی در دیوارها پیدا شود. نقشه دیگرش این هجوم به زنجیر خلیج بود تا آن را بعد کم شدن نیروهای دشمن شکند. اما طرف غربی شهر یعنی جهت خشکی بعد آنکه هجوم با توپ و برج‌ها نتیجه نداد به کافتن نقب‌ها آغاز کردند تا دیوار را ترک کنند. نقب از مسافه خیلی دور و در عمق کلان کافته میشد تا به خندق برخورد نشود و بیزانتی‌ها جای نقب‌ها را کشف نکنند. به همین توانستند 14 نقب کوان. متاسفانه بیزانتی‌ها از مهندسی آلمانی کمک طلبیده آن نقب‌ها را کشف کردند. روش کشف کردن عجیبی را آنها برا انداختند. ستیل از آب را اطراف دیوارها می‌ماندند و لشکر آن ستیل‌ها را زیر نظارت می‌گرفت. اگر آب جنبد معنیش نیست که زیر آن نقب کافته شده ایستاده است. فوراً در مقابل آن نقب می‌کافتند یا ویران می‌کردند یا آتش یونانی می‌پختند تا اینکه نقب را ترک کنند یا داخل خندق‌ها خاک ریخته آن را می‌ترکاندند. بسیار مسلمان‌ها شهید شدند و نقب‌ها ویران شد و باز ناکام ماندند. با وجود این همه مسلمان‌ها ناامید نشده در راه فتح استوار باقی ماندند. وقتی سلطان احساس کرد که بیزانتی‌ها را محاصره خسته کرده است، روز 23 می سفیر به نام اسماعیل پسر اسفندیار به سوی کنستانتین فرستاد. به کنستانتین گفت حالا هم دیر نشده، جانت را نجات ده و به شرط سر فرآور. جان و مال تو و همسنگرانت در امان است. این نامه در قصر امپراتور بی تاثیر نبود. میان اهل قصر و نخبگان اختلاف برای پذیرفتن یا نپذیرفتن این پیشنهاد سلطان صورت گرفت. امپراتور نپذیرفت. سرلشکرهای عثمانی نیز پس از این محاصره دور و دراز گوناگون نظر شدند. عده خواستار توقف جنگ و محاصره و برگشتن به پایتخت شدند، زیرا محاصره دور و دراز شد و نزدیک به 30,000 شهید داده بودند. لکن 24 و 25 می حادثه های عجیب و غریب شد که عزیمت و همت را به لشکر و سرلشکر بازگردانید. کفار آن را تصادف می‌نامیدند، لکن مسلمان ها آن را علامت برای استوار نمودن مسلمان ها دانستند. ماه بدر بود، پره بود یعنی و خسوف شد. کفار دهشت زده شدند، زیرا در کتاب‌های قدیمی آنها نوشته شده بود که کنستانتین یک اساسگزار این شهر گفته است که کنستانتینوپل در روز خسوف ماه که باید بدر باشد یعنی پره باشد سقوط میکند. و معنای آن که ماه پره است سپس تاریکی فرا میگیرد. جای شگفتش این است که ماه در آن خسوف به شکل هلال در آمد که آن شعار عثمانی است. چیز عجیب دیگر، از بالای گنبد کلیسای ایزاف روشنی سرخ پیدا شد و سپس ناپدید شد که سلطان و لشکرش نیز این را از دوری 5 کیلومتر مشاهده میکردند. مردم شهر به واهمه افتاده گفتند که فرشته‌ای که حامی شهر بود قرار است شهر را ترک کند، زیرا شهر سقوط میکند. این رویدادها در دل کفار دهشت افکند. سپس در کلیساها طول شب دعای و نماز برپا کردند. روز 25 مردم دیدند که شهر را تومن شدید احاطه کرده است و کسی بیش از 1 متر را دیده نمیتواند.
و این چیز هم به مردم واهمه و دهشت را افکند. یقین کردند که این شهر در حال سقوط است. مسلمانان باشند وقتی این نشانه ها و دهشت کفار را دیدند، عزم و ارادهشان بیشتر تقویت یافت و وعده پیامبر صلی الله علیه و سلم را به یاد آوردند و همت خود را بالا کردند. آنها اطمینان پیدا کردند که نصرت الله تعالی نزدیک است. سلطان تصمیم گرفت هجوم نهایی را اعلام کند. آن شب لشکر را دستور داد تا گلخانه‌ها افروخته شود. چنان گلخانی زیاد افروختند که دشمن گمان کرد که اردوگاه مسلمانان سوخته ایستاده است. لیکن بعدتر فهمیدند که مسلمانان پیشاپیش غلبه را جشن گرفته ایستادند و این کار مسلمانان کافران را خیلی خشمگین کرد. امپراتور دستور فوری داد تا اسیران مسلمان که عددشان 260 نفر بود اعدام کرده شوند. سری اسیران را از تن جدا کرده از بالای قلعه به پایان افکندند تا عزم و اراده لشکر سلطان را شکنند. بیزانتیان می‌دانستند که مسلمانان را به مرگ ترسانده نمی‌شود، زیرا مسلمانان یقین داشتند که یا شهادت یا غلبه در انتظار آنهاست. می‌دانستند که شهادت این بالاترین مقام است. این عمل نوجوان مردانه کنستانتین 11 لشکر عثمانی ها را به شیران بیباک تبدیل داد و آنها می‌خواستند انتقام برادران خود را گیرند. هجوم اخیر خیلی شدید بود. سلطان همه را به ترتیب درآورد. توپ‌ها را به دیوار نزدیک کردند و گلوله پرتایی شروع شد. سلطان نیروی حمله کننده را استراحت اجباری داد تا به شکل پره آماده آخرین هجوم شوند. آن روز لشکر به پرگی روزه گرفت. صدای قرآن و تکبیر در اردوگاه توقف نمی‌کرد. این معنویات و همت مسلمانان بر جهاد را باز بالا می‌برد. فاتح به این اکتفا ننموده خواستار آن شد که لشکری که هجوم آخران را میکند همه طرفه باید آماده باشد. بنابراین دستور داد که کسی قصد فرار میکند زندانی میشود و گروهی را تشکیل کرد که فراریان را تعقیب میکرد. گروه میگفت که من دیگر فرصتی محاصره کردن ندارم، یا غلبه یا مغلوبیت و شکست که خلافت را زیر خطر میماند. شب فرا رسید. بعد گلوله باران بر دوام عثمانی ها لشکری روم میخواست استراحت کند. لیکن شب 29 می بعد نصف شبی عثمانی ها برای طرح کلی را پیاده کردن شروع کردند به هجوم. صدای تکبیر بلند میشد. بار اول شهر از همه طرف زیر هجوم قرار گرفت و سلطان دستور داد تا نبرد در همه جبهه ها برای انداخته شود تا حامیان شهر را در همه جا مشغول کنند. لیکن دقت و توجه عثمانی ها به وادی لکس بود، زیرا آن نقطه ضعیفترین دیوار غربی حساب میشد. این هجوم شامل ویزانتی ها را پریشان کرد و نیروهای حامی وادی لکس را ضعیف کرد. قواهای عثمانی برای ایجاد رخنه در وادی لکس تمرکز کردند. هجوم را پی در پی و به عهده 3 گروه واگذاشت. هجوم اول را قواهای پیاده اجرا کردند که هدفشان تارومار نیروهای دشمن نبود، بلکه هدف تنها آنها را فرسوده و خسته کردن بود. زدوخور 2 ساعت ادامه یافت. وقتی که حامیهای قلعه خسته شدند، سلطان قوه پیاده‌گرد را امر کرد تا عقب نشینی کنند. بیزانتی‌ها فکر کردند که زدوخور تمام شد و استراحت خواهند کرد. لیکن موج دوم با هجوم اسب سواران شروع شد. آنها از پیاده‌گردها دیده بیباکتر می‌جنگید. هزاران تن از افسران دشمن نابود شد و نبرد 2 ساعت دوام کرد. سپس سلطان دستور عقب نشینی داد. سپس نماز بامداد فرا رسید و سلطان امام لشکر شد و نماز را با لشکر ادا کرد. پس از نماز نیروهای مخصوص را که خطرناکترین قوه نه تنها میان عثمانی ها بلکه در تمام جهان به حساب می رفتند، یعنی که ینیچرها، آنها را به حمله دستور داد و خود سلطان آنها را سروری میکرد و این هجومی روبنده بود که سر دشمن را میرفت. در یک میجزنی حامیان وادی لکس زمین را گزیدند. وادی بدون حمایه ماند. سپس حسن اولوبتلی با 30 نفر شیرمندان در برج کلانترین آن وادی رخنگی را دیده خود را به آن زدند و دشمن را تارمار کرده. اولوبتلی پرچم اسلام را بالا کرد و آن را الماس میداد و این علامت سقوط شهر گشت. لیکن او را چنان تیرباران کردند که تیرهایی در پشتش خریده مثل خارپوش شد. وقتی مجاهدان پرچم را دیدند از خرسندی تکبیر دادند و همگی به سوی رخنگی هجوم کردند. امپراتور وقتی پرچم اسلام را دید از برج فرآمد تا جنگ کند و لشکران خودش را کمک نماید. چون امپراتور به میدان جنگ فرآمد کشته شد. این چنین جوستینیان زخمی شد. زخمش سطحی بود
لکن سخت ترسید و وانمود میکرد که زخم جدی هست. سپس با همراهانش از طریق بحر از شهر گریخت. وقتی خبر مرگ امپراتور پخش شد، لشکر سلاح را گذاشته فرار میکرد. قسم تسلیم میشد، قسم امان میخواست. همین طور مسلمان ها همه دروازه ها را زیر تصرف و نظارت خود گرفتند و بیزنطیان مغلوب شدند. سلطان 29 می سال 1423 بالای اسب سفیدش با تنتنه وارد شهر گردید. دوستان عزیز، میدانم حتما در حیرت میمونید، ولی باید گویم که سلطان محمد فاتح سرلشکری که کمر امپراتور روم کنستانتین 11 دراگاس رو شکست، همگی 21 سال عمر داشت. سلطانی که 21 ساله که مرکز مسیحیان پروسلاو یا ارتدوکس آن زمان را به مرکز اسلام و خلافت تبدیل داد. سلطان فاتح از اسبش فرامد سیدی شکر کرد که مژده پیامبر صلی الله علیه و سلم توسط او و لشکریان او جامع عمل باشد. سلطان مردم شهر را با عدالت و رحمت و طبق اخلاق اسلام معامله کرد. آنها را در جان و مال و دینشان امان داد. دستور داد تا مردم به خانه‌هایشان برگشته آسوده زندگی کنند. لشکر را دستور داد تا جایهای اساسی شهر، مخزن و انبارها را زیر حمایه خود گیرند تا یغما نشود. سپس از آن عصر داده شد و در آیا صوفیا نماز عصر را برپا کرد. ویزانتی‌ها را از نظارت کاتولیک آزاد کرد. حتی که پاتریارخ آزادی اعتقاد را دیده گفت به حق مسیح قسم که اگر سلطان همه اطلاعات ما را طلب کند به او خواهم داد. تمام کلیساها به آنها داده شد. فقط آیا صوفیا را گرفت که آن رمز نیرو و حکومت بود. در شهر نزدیک به 700 کلیسا و منستر بود که از آن تنها 36 تاش به مسجد تبدیل داده شد. باقی مانده باز همون کلیسا و منستر ماندند. خبر سقوط کنستانتینوپل مثل برق پهن شد و غرب احساس مغلوبیت میکرد و خطر لشکر اسلام را احساس میکرد. شعرا و نویسندگان را بسیج کرد تا در وصف این سقوط شعرها نویسند و آتش کینه و ستیز را در دل مسیحیان نسبت مسلمانان افروزند. شاهها، گرچکها با هم نشست‌ها تشکیل کردند. سقوط این شهر را بررسی میکردند و چگونه باز با آغوش عالم مسیحیت بازگرداندن این شهر نقشه ها میکشیدند. پاپا نیکولای 5 از این سقوط دهشتبار خیلی اندوهگین شد و تلاش ها کرد تا اروپایی ها را زیر فرمان خود جمع کند و یک بار دیگر جنگ صلیبی را بر ضد مسلمانان برا اندازد. ولی خوشبختانه از درد و الم سقوط شهر پس از 1.5 سال هلاک شد. وقتی خبر فتح به مسلمان های عالم رسید، آنها خوشحال شدند. چهاربین‌ها تشکیل کردند، مناسبت ها، محفل ها به مناسبت این فتح برپا کردند و با تکبیر و تحلیل آن را پیشواز گرفتند. خداوند فاتح و لشکر فاتح را رحمت و مغفرت کند که مژده پیامبر را جامعه عمل پوشانیدند.